سلام، با رسم الگوی پایه مایو در خدمتون هستم. من ابتدا نوشتم اندازه های مورد نیاز رو که به اندازه قد بالاتنه جلو و حلقه آستین، سرشانه تا زیر سینه و دور سینه و دور کمر، دور باسن و قد فاق نیاز داریم. اول از همه توضیح بدم پارچه های مایو به دلیل اینکه کشسانی خوبی دارن ما باید یه مقداری از اندازه هامون کم کنیم که میخوایم الگوی جذب بدوزیم و بکشیم. فقط دقت کنید اگر قد بالاتنه جلو تفاوتش با بالاتنه پشت به اندازه 3 سانتی متر باشه یک الگو استفاده میکنیم، ولی اگر بیشتر از 3 سانتی متر باشه الگوی پشت و جلو رو جدا میکشیم. یعنی باید برای قد بالاتنه پشت هم روی خطوطی که رسم میکنیم جدا کنیم و یک الگوی جداگانه بکشیم. مال من تفاوت قد بالاتنه جلو و پشتم 3 سانتی متر نمیرسه، برای همین روی یک الگو توضیح میدم و رسم میکنم. اول از همه 2 خط عمود بر هم رسم میکنیم و از نقطه گوشه‌ای که عمود هست رو 0 میگذارم. از نقطه 0 به اندازه 1/6 دور گردن خارج میشم و اون رو نقطه 1 میذارم. همین مقدار رو هم پایین میام و هلالی رو رسم میکنم. از نقطه 0 به اندازه قد بالاتنه جلو پایین میام و میزان قد بالاتنه جلو رو که 2 باشه اینجا جدا میکنم و خطی موازی رسم میکنم. به اندازه 1/2 دور حلقه آستین یا همون خط کف حلقه هم از این نقطه پایین میام و این خط موازی رو هم رسم میکنم. از خط کمر یا همون قد بالاتنه که جدا کردیم به اندازه قد باسن پایین میام که بین 8 تا 10 سانتی متر هست و یه خط موازی میکشم. 2 مرتبه از خط کمر به اندازه قد فاق جدا میکنم و این نقطه رو مشخص میکنم. از قد فاق به میزان 4 تا 5 سانتی متر پایین میام و از این نقطه هم 3 سانتی متر خارج میشم. حالا از نقطه 1 به میزان قد سر شانه بیرون میرم و 3 سانتی متر پایین میام و نقطه 5 رو به نقطه 1 وصل میکنم. روی خط کف حلقه یا خط سینه به اندازه 1/2 دور سینه منهای 1/4 دور سینه منهای 1 سانتی متر جدا میکنم. 1/4 دور سینه منهای 1 سانتی متر. من 1 سانتی متر جدا میکنم، ولی شما میتونین بین 3 تا 5 سانتی متر هم جدا کنین بنا به کشش پارچتون. کشش پارچه من زیاد نیست، من 1 سانتی متر جدا کردم. برای همین گفتم الگوی پایه به طور کلی روی 1 سانتی متر تمرکز داشته باشین و بعد بنا به کشسانی میتونین عدد رو متغیرش کنین. به این اندازه جدا میکنم
و نقطه رو مشخص میکنم. روی خط کمر 1/4 دور کمر، این نقطه به دست اومده رو که من اینجا جدا کردم بزنم 6 که 1/4 دور باسن دور سینه منهای 1 سانتیمتر بوده و برای نقطه بعدی هم 1/4 دور کمر منهای 1 سانتیمتر و نقطه رو جدا میکنم. روی خط باسن به اندازه 1/4 دور باسن منهای 1 سانتیمتر 2 مرتبه جدا میکنم. پس 1/4 دور باسن منهای 1 سانتیمتر جدا میکنم. حالا نقاط رو به همدیگه وصل میکنم. نقطه 5م رو با هلالی که هلال حلقه آستین هست به 6، از 6 به خط کمر که نقطه 7م بوده و از 7 به باسن با هلال رو به بیرون، چون باسن برجستگی رو به بیرون داره، با یک هلال رو به بیرون و از این نقطه خطی موازی به 3 سانتیمتری که از پایین فاق ما خارج شدیم وصل میکنیم. حالا برای الگوی پشتمون 1/2 این رو به اندازه 1/2 این نقطه رو به اندازه 2 سانتیمتر بیرون میایم و از اینجا هلال وصل میکنیم. از این نقطه 3 تا 3.5 سانتیمتر خارج میشیم. این شد الگوی پشت. از اینجا 3 تا 3.5 سانتیمتر خارج میشیم و خط ران جلو رو ترسیم میکنیم. دقت کنید برای بالا هم 2 سانتیمتر پایین میایم، در حلقه آستین نقطه ای رو به دست میاریم و وسط سرشانه رو به دست میاریم. از هر طرف به میزانی که میخواین سرشونتون باشه دلخواهه. من 1.5 سانتیمتر از هر طرف جدا کردم و به این نقطه حلقه آستین وصل میکنم. برای الگوی یقه، برای مایو بهتره که یقه ها بازتر باشن، برای همین شما میتونین برای یقه از بالا به میزانی که از بعد از به اندازه 2 تا 5 سانتیمتر دلخواه برای پشت خارج بشین و به اندازه 17 تا 20 سانتیمتر هم برای جلو خارج بشین و از این نقطه‌ای که روی سرشانه جدا کردین یقه جدید رو رسم کنید. الگوی پشت و جلو رو گفتم، میتونید مثلا این یقه رو هم برای پشت هم برای جلو در نظر بگیرید، هیچ فرقی نداره. به هر حال این میزان دلخواهه که شما از نقطه 0 به اندازه 17 تا 20 سانتیمتر میاین پایین و یقه جدید رو رسم میکنید. من برای الگویی که رسم کردم وقتی که سرشانه و حلقه آستین رو کشیدم من میخوام از اینجا الگویی رو که رسم کردم براتون توضیح بدم. از بالا به اندازه قد سرشانه تا زیر سینه پایین اومدم و خط جدید رو که رسم شده این خط هست. پس سرشانه تا زیر سینه ده سانتیمتر خارج میشیم
بین 9 تا 10 سانتی متر بیرون میاین و از اون 2 سانتی متر بالا میرین. نقطه جدید که به دست اومد رو به صورت اوریب به این نقطه وصل میکنین و روی سرشانه‌ای که جدا کرده بودین 1.5 سانتی متر خارج شده بودین، از این نقطه من شما در نظر بگیرین این همین کاری که اینجا کردمه، از این خطی مورب به این نقطه وصل میکنم. علت این که 2 سانتی متر رو هم بالا رفتم، لقی حلقه آستین و یقه رو من تو این قسمت لحاظ کردم تا شما دیگه نیازی نداشته باشین به لقی گیری و این میشه برش جلوی مایویی که من روی الگو برش زدم. و بعد الگوی پشت و جلو رو همونطور که گفتم اگر اختلاف زیاد نباشه میتونین، من از یقه گرد استفاده کردم برای الگوی پشتم و شما میتونین این الگو رو ترسیم کنید و دوخت بزنید و استفاده کنید. توضیح بدم برش الگویی رو که رسم کردم. من همونطور که گفتم الگوی پشت و جلو رو روی یک کاغذ رسم کردم. فقط اون قسمتی که قرار بود یقه من 7 بشه با یک تیکه کاغذ به الگو اضافه کردم. از خط زیر سینه به اندازه 1/2 زیر سینه باز ادامه دادم و این مقداری هم که میبینید فاصله افتاده همون لقی گیری حلقه آستین و یقه هست. قبل از اینکه الگو رو از هم جدا کنم، گردی پشت یقه رو در قسمت پشت میبینید که این رو تا زدم و برش خورده. این قسمت پشت من هست و این تکه هم پایین تنه لباس هست که این میشه الگوی پشت و این قسمت جلوی لباس که این قسمت رو باید خالی کنید و بعد برش بدید و برای قسمت جلو همونطور که مشاهده میکنید با رنگ دیگه خواستم کار کنم، برای همین برش خورده و این تیکه رو گذاشتم و برش زدم. فقط من به خاطر اینکه مایو میخواد باشه 2 تکه از خاکستری و یک آستر هم براش در نظر گرفتم. بعد از اینکه تیکه ها رو برش زده بودیم، من یه لایه آستر داده بودم برای قسمت جلو. این 2 رو دوخت زدم از سمت یقه و بعد دوخت درشت زدم پایین رو و چین دادم و بعد 2 تیکه رو به اندازه 2 تا 3 سانت روی هم قرار دادم و از سمت حلقه آستین ها فیکس کردم و بعد دوخت خورده همونطور که میبینید و این شده تکه جلوی لباسمون. برای پشت هم برشی که توی پشت ایجاد کرده بودم رو یک مغزی گذاشتم که با جلو هماهنگی داشته باشه. یه تیکه از پارچه رو تا زدم و بین 2 لایه قرار دادم و بعد اون رو دوخت زدم که همونطور که میبینید پشت هم یه مغزی دوزی شده و هماهنگ شده با قسمت جلو. برای دوخت ادامه دوختمون من ترجیحم بر اینه که ابتدا از سمت پایین لباس دوخت رو انجام بدم و بعد قسمت ران رو دوخت بزنم و بعد پهلوها رو
قسمت ران رو دوخت خواهم زد و بعد پهلوها رو ادامه خواهم. دوستان عزیز، من یک سری نکات دوختی رو حتما خدمتتون بگم. من گفتم ابتدا ناحیه فاق رو میدوزم و بعد خط رانها رو همونطور که میدونین و میبینید اول این رو دوختم و بعد خط رانها رو دوخت زدم و بعد میخوام درز پهلوها رو بدوزم. برای دوخت سرشانه و حلقه آستین من از اریبکش استفاده کردم به دلیل اینکه پارچه من مقدار کشسانی داره که امیدوارم مال شما بیشتر کشسانی داشته باشه. اون رو ابتدا دوخت زدم با یک کشش بسیار کم، یعنی در کل دوخت شاید من به اندازه 2.5 سانت کش کمتر استفاده کردم. با یک کشش بسیار کم تا دوخت تموم شد تا انتها و بعد برگردوندم و رو یک دوخت دیگه زدم. گفتم من چرخ خیاطی ساده ترین نوع چرخ خیاطی و دوخت سردوز هم ندارم، واسه همین برای تمیزکاری و اینکه مدل دوخت بیرون بشه از این کار استفاده کردم و توی تن هم صاف ایستایی داشته باشه و همین یه مقداری که باعث میشه بکشید و بدوزید دیگه هیچ جای لباستون لقی نخواهد داشت. بعد از اینکه این حلقه آستین دیگر رو هم دوخت زدم با استفاده از اریبکش و تکمیلش کردم، درز پهلوها رو تکمیل خواهم کرد. من فقط خدمتتون بگم که برای دوخت پارچه هایی که مثل لباس مایو میخواد کشش زیادی داشته باشه حتما از نخ ترویرا استفاده کنید. من این نخ رو استفاده کردم برای زیر کارم تا با کش آمدن لباس توی تن دوختتون باز نشه و سوزن هم حتما سوزن های مخصوص لباس هایی و پارچه هایی که یه مقداری کشسانی بیشتری دارن استفاده کنید تا دوخت تمیز بزنه و دوخت چینکش نداشته باشه. اگر این سوزن رو نداشتید میتونید به پایتون یه تیکه چسب بزنید تا دوخت کامل انجام بشه و دوخت رو رد نکنه به اصطلاح چرخ خیاطی. من میرم تکمیل میکنم و در پایان تکمیل شده مایو رو خدمتتون نشون خواهم داد. همونطور که توضیح دادم من حلقه آستین دیگر رو هم دوخت زدم و تموم شد و در پایان بعد از اینکه حلقه آستینا و قسمت ران رو دوخته بودم پهلوها رو هم دوختش رو کامل کردم و همونطور که میبینید لباس تکمیل شده با داشتن الگویی که بسیار ساده بود و آموزشش داده شد. میتونید مایوی زیبایی بدوزید و از پوشیدنش لذت ببرید.